به نظرتون قوی ترین امپراتوری های تاریخ باستان کیا بودن؟ بریم زیر 5 دقیقه همشون رو بهتون معرفی کنم. یکی از یکی قوی تر میشن، مخصوصا آخرش. به نظرتون اون کیه؟ اولش امپراتوری رومه که از سال 27 قبل میلاد تا 476 میلادی ادامه داشت. در اوجش بیشتر 5 میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت و حدود 50 تا 90 میلیون نفر کنترل میکرد. ارتش منظم لژیون ها، جاده ها و مهندسی فوق العاده باعث قدرتش بود که به هر حال اشکانیان بودن که بود زدن داغونشون کردن. اقتصادشون رو پایه کشاورزی و مالیات و تجارت مدیترانه میچرخید. دستاوردهایی مثل حقوق رومی، معماری و شهرسازی هنوزم الهام بخشن. سقوطش هم به خاطر فساد داخلی و مشکلات اقتصادی و حملات قبایل بربر بود. بربر همون چیز نیست تو کلش آف کلنز بود. امپراتوری بعدی امپراتوری مغول ها. از اینا خیلی بدم میاد ناموسه. چنگیز خان که تو سال 1206 میلادی امپراتوری مغول رو بر پایه گذاشت، در اوجش بزرگترین امپراتوری خشکی تاریخ بود با 23 میلیون کیلومتر مربع وسعت و مردمش که چقدر بودن دقیق معلوم نیستش، اما 10 میلیون نفر رو شامل میشد. ارتش مغول با سوار نظام سریع و تاکتیک‌های شوک‌آور رو و چجوری بگم دیوونه بازیشون زدن، همه جا رو نابود کردن چون عقل نداشتن واقعا. این کتابخونه و همه چی رو میسوزوندن. اقتصادش روی غنیمت و خراج و کنترل جاده ابریشم میچرخید. سقوطش هم به خاطر تقسیم به خانات مختلف و اختلافات داخلی بود. حالا بریم سراغ امپراتوری بعدی. عثمانی ها از سال 1299 تا اوایل قرن 20. اوجشون تو قرن 17 بودی که حدود 5 میلیون کیلومتر مربع و میلیون نفر رو کنترل میکردن. ارتش ینیشری ها و ناوگان دریایی قدرتمندشون ابزار اصلیشون بود. اقتصادشون هم بر پایه کشاورزی و مالیات و کنترل مسیرهای تجاری بین آسیا و اروپا میچرخید. شاهکارهایی مثل مسجد سلیمانیه و سیستم حقوقی عثمانی هنوزم باقیه. سقوطش هم به خاطر فساد، عقب ماندگی صنعتی و شکست از جنگ جهانی اول بودش. ببینم صفویان بودن یه بار اینا رو زدن داغون کردن. درسته؟ بریم سراغ امپراتوری بریتانیا، بزرگترین امپراتوری تاریخ که اوجش تو سال 1920 بودش که بیشتر از 35 میلیون کیلومتر مربع و 412 میلیون جمعیت داشت. نیروی دریایی سلطنتی و صنعت پیشرفته کل دنیا رو بهش وصل کرد. اقتصادش روی استعمار و منابع تجارت جهانی میچرخید. سقوطش با 2 جنگ جهانی و جنبش‌های استقلال طلب شروع شد. حالا میراثی که گذاشت چی بود؟ زبان انگلیسی و نظام سیاسیش هنوز تو بیشتر دنیا اثر میذاره. و همین بریتانیا یا انگلیس بهتر بگم بازم زدن ما رو داغون کردن عوضی‌ها. هم هند رو گرفتن، هم چین رو گرفتن. عوضی بودن. و میریم سراغ اصلیه آجی. اصلی که کل آسیا مال اون بود. به نظرتون کیه؟ هخامنشیان. کوروش گبری تو سال 550 قبل از میلاد امپراتوری هخامنشیان رو بنیان گذاشت. تو اوج حکومتش حدود 5 میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت و 20 میلیون نفر اداره میکرد. یه ارتش خفن هم داشت که فکر کنم بشناسیدش. ارتش جاویدان. سیستم ساتراپی و شاهراه پایه‌ی قدرتش بود. اقتصادش با مالیات، تجارت و سکه‌های طلا داریک شکوفا شد. دستاوردش هم که دیگه نگم براتون، خودتون میدونید دیگه. پرسپولیس یا تخت جمشید رو ساختش، چاپارخانه و سیاست احترام به فرهنگا. سقوطش هم تو سال 330 قبل از میلاد با حمله اسکندر مقدونی بود. اگه بازم میخوای زیر 5 دقیقه کلی چیز خفن بدونی، 2 ویدیو آخر رو از دست نده.